سلام دوستان، به کانال ما خوش آمدید. امروز میخوام در مورد یکی از رویدادهای مهم تاریخی صحبت کنم و انقلاب بریتانیا. بریتانیایی را که شما امروز میبینید توسط شاه و یا ملکه اداره میشه. این یک تاریخ خاص خدا داشت و توسط انقلاب به دست آمده. اگر بریم بریتانیا را مطالعه کنیم، بریتانیا جزیره ای است در شمال غرب اروپا که کشورهای مثل انگلستان، اسکاتلند و ویلز را در بر میگیره و یک جزیره کوچک دیگه هم داره به نام ایرلند. اگر بخوایم تاریخ بریتانیا را مطالعه کنیم، به دو قسمت تقسیم میکنیم: بریتانیای پیش از تاریخ و بریتانیای تاریخ. بریتانیای پیش از تاریخ که اما بریتانیای قبل از میلاد هم گفته میتونیم، اقوام مختلف اونجا زندگی میکرد، مثل ایبری ها، سلت ها، گال ها و بریتون ها، که اسم بریتانیا هم از همین قبیله به نام بریتون آمده. و از او دوران سنگ‌های بسیار زیاد باقی مانده که استون هیج یا سنگ‌های حلقه‌ای که مثل یک دایره واری است، اونها از او دوران باقی ماندن. و بعد از رومی ها میآیند. رومی ها هم تاثیر و تمدن خودش بالای بریتانیا میگذارند و بعدا قبایل مختلف دیگه روی کار میآیند که جرمن ها، انگل ساکسون ها به این جزیره میآیند و کم کم قدرت میگیرند و پادشاهی های مختلف را میسازند. در اواخر قرن 15 هنری هفتم یک فصل جدید در تاریخ انگلستان رقم میزنه که تعداد پولدارها کم میشه. اشراف فیودال به دلیل نبود حکومت مرکزی و داشتن حکومت ملوک طوایفی خودشان به دفاع از خاک وطن میخزه. حراج و مرج در کشور بسیار زیاد میشه و یوزا ادامه پیدا میکنه تا دوران خاندان استوارت. سلسله استوارت که از بین سالهای 1603 تا 1714 می باشه که بعد از مرگ الیزابت پادشاهی به جیمز پادشاه اسکاتلند می رسه. این جیمز که از اولین جیمز در تاریخ انگلستان می باشه. وقتی که جیمز به قدرت می رسه، چون که پادشاه انگلستان هم می باشه، اتحاد دو کشور اسکاتلند و انگلستان صورت می گیره که یک پادشاه در رأس دو کشور است. اما هیچ اتحاد رسمی نبوده و توسط پارلمانی را تصویب نکرده و فقط به خاطر حضور جیمز اول می باشد. خب بعدا کشمکش های زیاد بین قدرت مطلقه و حق قانونگذاری و پارلمان در شکل میگیره و ای به اوج خودش میرسه. یعنی پارلمان میخواه حق و حقوق خودش داشته باشه ولی شاه برشان ای اجازه را نمیده. و در بین کشمکش ها بعض از افراد طرفداری پادشاه میشن و بعضی ها طرفدار پارلمان، که 30 نفر در پارلمان طرفدار پارلمان میشه و 80 نفر طرفدار شاه. مالکین دهقانان هم به دو دسته تقسیم میشن. لندن که شهر سختی و پروتستانت بود طرف پارلمان میگیره و بقیه شهرها که کلیساهای بزرگ داشتن طرفدار شاه میشن و مردم روستان بی‌طرف میمانند تا زمانی که کشت و کار میکنن و تا زمانی که اونا بتونن خودشان کشت و کار کنن و رفع ضرورت خود برطرف کنن و فکر حکومت نیست. و کاتولیک ها طرف شاه بودن. جنگ بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان یا پارلمانی ها شکل خیابانی گرفت در سرک ها و جاده ها و انگلستان وارد جنگ داخلی شد. شاه لندن را ترک میکنه و سمت شمال انگلستان میره تا با کمک حامیانش وضع کشور را جور کنه. ولی طرفداران شاه کاربلد بودند و 2 سال اول جنگ به نفع شاه می باشه. تا کم کم قدرت مالی شاه کمتر میشه و پارلمان هم که قدرت مالی داشت و حمایت اسکاتلندی ها را هم به دست آورده بود، در سال 1644 و 1645 سپاه نوین که متعلق به پارلمان بود نیروهای خودش را که حامی پادشاه بودش شکست داد و در نتیجه چارلز مجبور میشه در سال 1646 تسلیم شود. در این سالها انگلستان اصلا شرایط خوب و باثبات نداشته. پارلمان میخواست یک موافقت نامه با شاه ببنده و اما قدرت این را نداشت، چون که قدرت بیشتر دست ارتش نوین بود و این ارتش نوین تحت رهبری شخصی به نام گراونویل بود. پارلمان تردید داشت که شاه را به قدرت برگردانه یا خیر، اما گرانویل مانع این شد
خب درگیری پارلمان با کراون ویل هم بیشتر میشه. چارلز هم از فرصت استفاده میکنه و جزایر وایک در سواحل جنوبی انگلستان فرار میکنه و با فرار شاه و کشمکش های کراون ویل و ارتشش قدرت پارلمان را در دست میگیره و شاه را محاکمه میکنه و به جرم خیانت به کشور در سال 1649 او را گردن میزنند و به قتل میرسند. بعد از چارلز اول حکومت به صورت جمهوری اداره میشه، اما عملا یک دیکتاتوری نظامی همچنان برقرار میشه و بعد از طی چند مدت انگلیس ها از قوانین مستبدانه او خسته میشن و افرادی که به دنبال برگرداندن سلطنت بود هر روز بیشتر میشد. گراونویل در سال 1658 از فوت میکنه و پسرش به قدرت میرسه، اما در آن زمان کشور دچار هرج و مرج بسیار زیاد میشه و در معرض تجزیه قرار میگیره و دوباره لندن میگیرن پارلمانی ها دوباره کشور را تأسیس میکنن و پسر چارلز شاه اعدام شده را از تبعید برمیگردونه تا پادشاه انگلستان شود. چارلز دوم نظام پادشاهی را برقرار میکنه و نظام جمهوری از بین میره، اما شاه و پارلمان کاملا شفاف بود و در مورد نقش خودشان یک جایی مذاکره میکردند. شاه نمیتوانست از دادگاه‌های ویژه برای مجازات دشمن‌هایش استفاده کنه و نمیتوانست بدون تصمیم پارلمان قانون جدید وضع کنه و مالیات بگیره. شاه به جز امور مالی در تمام امور دخالت میکرد. حکومت دوباره پادشاهی میشه و پادشاهی که میخواست با کاتولیک فرانسه هم پیوند شود تا هالندی های پروتستانت. خب فرانسه قسم که میفهمیم یک کشور کاتولیک بود، اما دوباره جنجال ها پیش میآید و احزاب سیاسی به وجود میآید. طرفداران پادشاه یک حزب میسازند و طرفداران پارلمان حزب دیگره که طرفداران پادشاه حزب تورین و به مخالفین شاه وینگ گفتن یا امو طرفداران پارلمان. اما بعد از کشمکش ها شاه پارلمان منحل میکنه و طرفداران شاه یا توری ها پیروز میشن. شاه دلش از کمک های فرانسه جمع بود، نیاز به پارلمان نداشت. تا سال 1685 پارلمان بازگشایی نشد. وقتی چارلز دوم میمیره، جیمز برادرش به قدرت میرسه و او یک کاتولیک بود و قصد داشت انگلستان را هم کاتولیک کنه. قانون پارلمان ای بود که کاتولیک ها نباید به سمت های دولتی راه پیدا کنه. ای قانون لغو میکنه و به این کار عملا قانون زیر پای میگذاره و این یعنی اعلام جنگ به پارلمان. پروتستانت ها دست به کار میشن و از ویلیام پادشاه هلندی میخواهند که انگلستان بیاید و تاج تخت را از جیمز بگیره. خب ویلیام با وجود که هلندی بود اما داماد جیمز هم محسوب میشد، یعنی شوهر ماری یکی از دختران جیمز. ویلیام پاسخنامه را میده و با نیروها به طرف انگلستان حمله میکنه. با حرکت ویلیام به طرف لندن، جیمز تاج و تخت را رها میکنه و به طرف فرانسه فرار میکنه و انقلاب در سال 1688 رخ میده. انقلابی که پایه سلطنت مشروطه را محکم میکنه. ویلیام و زنش بر تخت حکومت می نشینند و اعلامیه حقوق اعلام میکنند. اعلامیه‌ای که پارلمان تهیه کرده بود و پادشاه‌های انگلستان هم او را پذیرفته بود. سندی که قدرت پادشاه محدود و سهم پارلمان بیشتر میشه. خب حالا اگر ببینیم تفاوت‌ها بین انقلاب فرانسه و انگلستان. انقلاب فرانسه در مورد کشمکش های طبقات مختلف جامعه با هم و شورش علیه مردم علیه پادشاهان بود. اما انقلاب انگلستان چی کسی حاکم باشد، شاه یا پارلمان؟ بعد از مرگ ویلیام و ماری تاج تخت به خواهر ماری یعنی ملکه آن میرسه. در سال 1701 پارلمان های دو تا کشور اسکاتلند و انگلستان رای به ادغام دادند و رسما کشور بریتانیا را ساختند.
در سال 1714 ملکه آنی فوت میکنه و مسئله جانشینی وقتی که پیش میشه طبق قانون که وضع شده بود هیچ کاتولیک نباید پادشاه شوه. ملکه بریتانیا و ایرلند بدون جانشین از دنیا میرن و سوفیا نوه جیمز پادشاه میشه. اما 2 ماه قبل از میخواد پادشاه شه، اما 2 ماه قبل از آنی فوت میکنه و پسرش جورج لویش در او زمان فرمانروای هانوفر بود به عنوان جورج اول پادشاه انگلیس میشه. هیچ کدام از همراهان پادشاه انگلیسی نمیفهمیدن و دربار و در قصر فقط به زبان لاتین مکالمه میکردن و جورج هم که آشنایی کمی با آداب و رسوم جدید کشور جدید انگلستان داشت و زبان انگلیسی هم نمیفهمید. شرکت و از همین دلیل باعث میشد که در شرکت در جلسه هیئت وزیران انصراف بده و باید یکی از وزیرانش جانشین او میشد و اون کسی بود به نام رابرت والپور. دوران 20 ساله نخست وزیری او دوره صلح و آرامش بود. دوره بود که هرج و مرج نبود، دوره آرامش، همگی با صلح کنار یکدیگر زندگی میکردن. ولی بعد از 20 سال انگلیسی ها دیگه صلح و آرامش نمیخواستن و دنبال گسترش قلمرو خود بودند. در قرن 18 کشمکش و رقابت بین کشورهای مثل انگلستان و فرانسه بیشتر میشن و در نتیجه بریتانیا توانست بیشتری از قسمت‌های کانادا و امریکا را بگیرد و سلسله خانواده هانوفر دوران شکلگیری قدرت بود. خانواده هانوفر از بین سالهای 1714 تا 1901 در بریتانیا قدرت داشت که آخرین آن هم ملکه ویکتوریا بود که به مدت 63 سال بین سالهای 1837 تا 1901 ملکه بریتانیا بود. خب اگر ما ببینیم خانواده هانوفر تقریبا بین سالهای 1714 تا 1901 یعنی تقریبا 2 قرن اینا سلطنت کردن و او دوران به گسترش قلمرو و اوج انقلاب صنعتی همراه بود. حزب توری ها بعدها حزب محافظه‌کار بریتانیا و ویک ها پایه حزب لیبرال دموکرات است. حزب کارگر هم اضافه میشه و قدرت بین حزبها دست به دست میچرخه، اما نه به صورت خونی و کشتار و بریتانیا با 2 مجلس اعیان و اعناتا قوانین که تصویب میکنن و پادشاه هم امضا و تایید میکنن تا بتونن که کشور کنترل و اداره کنن. خب وقایع مهم و تاریخی که در انقلاب انگلستان به وقوع پیوست: جنگ داخلی که بین سالهای 1642 تا 1651 بود که بین طرفداران شاه و پارلمان بود. در سال 1649 چارلز اول اعدام شد و یک شوک بزرگ برای مردم بود و تشکیل جمهوری انگلستان که بر رهبری اولیور کرامول که سیستم پادشاهی موقتا لغو شد و بعد او هم که خاندان هانوفر آمدند. انقلاب انگلستان تاثیرات زیاد بر تاریخ گذاشت، از جمله محدود کردن قدرت پادشاه و تقویت پارلمان، شکلگیری ایده‌های دموکراسی و حقوق مدنی، الگویی برای سایر انقلاب‌ها در اروپا از جمله انقلاب فرانسه. خب این بود انقلاب بریتانیا. تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردین. اگر میخواین از این موضوعات لذت ببرین لطفاً ویدیو را لایک و به اشتراک بگذارین و کانال ما را سابسکرایب کنید. نظریاتتان در مورد انقلاب انگلستان بنویسید. تشکر.